از زیر پوست حادثه اسرار آمیز اسراء و معراج به خوبی نمایان بود که خداوند زعامت و رهبریت دینی بشر را از بنی اسرائیل پس گرفته و پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم که به عنوان آخرین پیک او به سوی جهانیان برانگیخته شده بود سپرده است. اما چگونه چنین تحولات در تاریخ بشر امکان می‌پذیرفت در حالی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بین کوههای مکه متواری بود؟ مشرکان قریش همه درهای امید را در مقابل او میخکوب کرده بودند. طایف ناجوان مردانه او را از خود راند. قبایل و سرداران عرب که به حج می آمدند نیز دست رد بر سینه او می زدند. تا اینکه در موسم حج سال 11 بعثت 6 جوان از اهل یثرب به دعوت او لبیک گفته به او اطمینان خاطر دادند تا پیام توحیدی او را به قوم و خویشان خود ابلاغ دارند. در موسم حج سال بعد یعنی ژوئیه سال 621 میلادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نتیجه زحمت‌های آن 6 جوان یثربی را مشاهده نمود. رسول الله صلی الله علیه و سلم جوانی فرهیخته به نام مصعب ابن عمیر از نخستین افرادی که به دعوت توحید ایمان آورده بودند را به عنوان معلم و آموزگار همراه جوانمردان یثربی به آن شهر اعزام داشت. مصعب مدت 1 سال را در یثرب سپری کرد. تلاش‌های مخلصانه این جوان مؤمن با همکاری برادران تازه مسلمان یثربیش ثمربخش بود و در طی تنها 1 سال اسلام در همه خانواده‌های یثرب جا پیدا کرد. قبل از فرارسیدن موسم حج سال 13 بعثت سفیر پیامبر در یثرب مصعب ابن عمیر خود را به مکه رساند و گزارش کاملی از پیروزی‌ها و موفقیت‌هایش را همراه با توصیف دقیق از وضع جغرافیایی یثرب، بافت اجتماعی، تعداد افراد و نیروهای مسلمان آن را خدمت نبی رحمت علیه السلام ارائه نمود. اخبار ناگوار و وضعیت فلاکتبار مسلمانان در مکه مؤمنان تازه مسلمان یثربی را به شدت آزار میداد. آنها در فکر نجات پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و سایر مؤمنان از زیر چرخ ظلم و ستم قریشیان بودند. همراه با کاروان حج یثرب بیش از 70 تن از مسلمانان آن شهر به مکه مکرمه آمدند تا از پیامبر خدا درخواست کنند که همراه سایر مسلمانان به یثرب هجرت نمایند. در این ساختمون که اینجا ملاحظه می‌فرمایید یکی از بزرگترین میثاقنامه‌ها و اتفاقنامه‌هایی که در تاریخ بشریت اتفاق شده در اینجا رو داد. اتفاق بین مردم یثرب و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. این معاهده که در این منطقه امضا شد که این منطقه رو بهش میگن منطقه عقبه کبرا و این معاهده رو میگن معاهده بیعت عقبه دوم یا بیعت عقبه کبرا. در اینجا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با گروهی که از مدینه تشریف آورده بودند اینجا اتفاق کردند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مؤمنان از اینجا از مکه مکرمه هجرت کنند برند به مدینه منوره و در اونجا
پایه و اساس اولین دولت اسلامی تشکیل شد که بعد از اون این دولت به همه دنیا اسلام و رسون. اساسنامه ای که بر مبنای اون بعدها این اساسنامه شد یک پایه و زیربنا برای ساختن فرهنگ و تمدن اسلامی که ما بعدها شاهد بودیم که به همه جهان منتشر شد و به همه جهان رسید. حالا قصه از چه قرار بود؟ مسلمانایی که در مدینه بودند بعد از اینکه مصعب بن عمیر رفته بود مدینه و اهل مدینه رو به اسلام دعوت کرده بود، مسلمانای مدینه همیشه تو این قضیه براشون خیلی حائز اهمیت بود که چطور ما در مدینه باشیم، ما اینجا آرام باشیم و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و مؤمنان در مکه مکرمه در سختی ها باشند، مورد آزار و اذیت و شکنجه قریشیان قرار بگیرند. اینجا بود که نشستند با خودشون تصمیم گرفتند که آقا بریم مکه مکرمه و به هر صورتی شده پیامبر رو قانعش کنیم که بیاد به شهر ما و ما از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حمایت خواهیم کرد و دفاع خواهیم کرد. اومدند با گروه حاجیان، یک گروهی از اهل یثرب عبارت از 500 نفر به طرف مکه مکرمه برای حج سال 13 هجری اومدند. در اون گروه مسلمان ها هم شامل اون گروه شدند که 75 نفر بودند، 73 نفر مرد و 2 تا خانم. اینها در راه که می اومدن البته تو را دیدن که یکی از سرداراشون که اسمش بود عبدالله ابن عمرو ابو جابر که بعداً بیشتر باش آشنا میشیم، ابو جابر خیلی آدم بسیار حکیم، دانشمند، عاقل، فرزانه‌ای بود. مسلمان‌ها هم خیلی دوستش داشتن، می‌خواستن که اینو یه جوری از این منجلاب کفر و فسادی که توش هست نجاتش بدن. گفتن آقا جابر میدونین شما آدم خیلی خوب، فرزانه و محترمی هستید، خیلی هم عقل و اندیشمند و دانایید و ما نمیخوایم که خدای نکرده شما بشید جهنمی. گفت که قصه از چه قراره؟ گفت خداوند متعال پیامبری فرستاده و پیامش هم اینه و دعوتش هم اینه و گفت خیلی دعوت خوبیه، خیلی ایمان خوبیه. گفتن که بله این دین خداست و ما شما رو دعوت میکنیم به دین خدا و اونجا هم با پیامبر ملاقات میکنیم. در راه عبدالله ابن عمرو مسلمون شد. رئیس گروه هم برا ابن معرور نام داشت. اینا اومدن اینجا در خیامی که در خیمه هایی که در مناست در یک قسمتی اهل یثرب اونجا اتراق کردند و در طول ایام حج هیچ گونه جلسه علنی یا هیچ گونه ملاقاتی با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم صورت نگرفت. فقط بعضی از افراد محرمانه، بسیار بسیار محرمانه رفتند با پیامبر دیدار کردند و گفتند که یا رسول الله ما اومدیم و میخوایم که همه ما هر 75 نفرشون با شما یه نشست داشته باشیم و تو اون نشست ما یک مسئله بسیار مهم رو با هم مطرح میکنیم و اون هم قضیه مهاجرت شما و مؤمنان به شهر ماست. برای این جلسه آخرین شب وجود اهل مدینه در اینجا رو معین کردن. شب 13 که مردم از قضایای حج و همه تموم شده، برنامه حج تموم شده و روز بعدش میرن سفر. چرا؟ چون که اینجا خیلی مسئله حاد و خطرناک بود. خطرناک بود برای مؤمنانی که از مدینه اومدن تا مشرکای مدینه متوجه قضیه نشن و واسهشون مشکل ساز نشه و خطرناک بود برای مؤمنان و برای پیامبر در مکه مکرمه که اگر اهل مکه بدونند که محمد داره با یک شهر دیگه یه معاهده امضا میکنه و میخواد از اینجا بره و یک دولتی تشکیل بده و یک پایگاهی واسه خودش داشته باشه، حتما این خیلی خطرساز خواهد بود برای مسلمانان هم در مکه و هم در یثرب. این بود که اتفاق بر این شد که در نیمه های شب هر کس از جای خودش تنهایی یا دوتا بلند شن برن توی این کوها چرخی بزنن انگار که میرن مثلا دستشویی و آرام آرام مثل کبوتر خودشونو برسند به اینجا. و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همراه با عموش عباس که تا اون وقت هم مسلمون نبود تصمیم داشت که با پیامبر باشه تا بدونه که اهل یثرب واقعا مرد مردونه میخواد از پیامبر دفاع کنن یا نه پیامبر تو خطر میفته. حالا اینجا بنی هاشم که از پیامبر دفاع میکردن. پیامبر با عباس اومدن در اینجا
و اون افراد هم اومدن همینجا، 75 نفرشون سر موعد رسیدن و به هر حال شوق داشتن. بعضیاشون که قبلا در بیعت عقبه اولا بودن و با پیامبر آشنایی داشتند و پیامبر رو دیده بودند، اما بیشترشون پیامبر رو ندیده بودند، فقط تعریفش و حرفاش رو از مصعب و از اسعد ابن زراره که یکی از شخصیت‌های عمده مدینه بود شنیده بودند. مسلمان‌ها می‌خواستن پیامبر رو بغل بکشند و باش بیعت کنند، اما خب بهشون گفته شد که آقا مواظب باشید، خیلی خیلی محتاطانه رفتار کنید و هر کی حرف میزنه بسیار آروم و خلاصه. اولین کسی که شروع کرد به حرف زدن عباس بود. عباس گفت ببینید ای اهل مدینه، ای اهل یثرب، ببینید ما محمد در جای ما بسیار جایگاه خوبی داره، درسته که ما دینش رو قبول نکردیم، اما ما مردونه در تمام این مدت ازش دفاع کردیم. اگه و ما هم میخوایم که پیش ما باشه، ما هنوز آماده ایم که از محمد دفاع کنیم، اما ایشون میخوان که پیش شما بیان و ظاهرا با شما قول و قرارایی هم بستن. حالا اگر واقعا شما مردونه میخواید از ایشون دفاع کنید که خب بیایید اینجا با هم اتفاق کنید، اما اگر میدونید که نه به این قدرت رو ندارید یا نمیتونید یا میترسید یا هر مورد دیگه، از الان خودتون رو کنار بکشید، خیلی خیلی بهتره، ما از محمد میتونیم خودمون دفاع کنیم. برای ابن معرور که رئیس بسیار اهل یثرب بود گفت که یا رسول الله شما هر چه دلتون میخواد بخواید. کعب ابن مالک که در این جلسه حضور داشت گفت عباس خیلی خیلی ممنون، لطف کردید، حرف شما رو قبول، اما بذارید که رسول خدا صلی الله علیه و سلم هر چی میخواد برای خودش از ما بخواد که ما آماده ایم، ما اصلا واسه همین اومدیم. اینجا بود که بعد برا اومد گفت که یا رسول الله شما چی میخواید بگید، ما آماده ایم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بله من میام شهر شما، اما شما باید از من در هر حالتی حرف شنوی داشته باشید، در راه خدا انفاق کنید، از انفاق دریغ نکنید، در راه خدا از هیچی هراس نداشته باشید، از هیچی ترس نداشته باشید و وقتی میام به مدینه، وقتی میام به شهر شما همونطور که از ناموستون، همونطور که از زن و بچه‌تون دفاع میکنید، از من هم دفاع کنید. ابوالهیثم ابن تیهان که یکی از اهل یثرب بود گفت یا رسول الله شما که تشریف میارید به شهر ما در یثرب با یهود قراردادایی داریم، اومدن شما یعنی این که قراردادها باید کنار بزنیم و نشه که فردا که قدرت پیدا کردی، فردا که پیروز شدی، شما ما رو بذاری برگردی به مکه شهر خودت و ما بوشیم و یهود هم قدرت بسیار زیادی دارن. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم لبخند زدن و گفتن نه، جون من و جین و شما، خون شما و خون من، سختی شما سختی منه، با کسی که شما صلح کنید من صلح میکنم، با کسی که شما بجنگید من میجنگم. برا گفت که یا رسول الله ما آماده ایم، ما دستتو بده که بیعت کنیم. افرادی که قبلا اومده بودند و اسلام رو خوب فهمیده بودند، هضم کرده بودند، اینها از این میترسیدند که نکنه مردم ما احساساتی بشن، با پیامبر اتفاقاتی کنن و بعد زیر قولشون بزنن. اینجا بود که عباس ابن عباده اومد و دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رو گرفت و گفت ای مردم یثرب شما میدونید اتفاق با این مرد یعنی چی؟ اتفاق با این مرد یعنی این که دنیا عرب و عجم به سر شما میریزن و شما رو تیکه پاره میکنن. اگه میدونید که اگر مالتون رفت، سرانتون کشته شدن، خسارت هایی برداشت کردید نمیتونید تحمل کنید و فردا زیر قولتون میزنید، از الان زیر قولتون بزنید، بهتره که فردا روز قیامت جلوی خدا شرمسار نشیم. اما اگر واقعا مردونه میخواهید که ادامه بدید و کنار پیامبر وایسید، از پیامبر دفاع کنید، که این سعادت دنیا و آخرت شماست. اون مسلمانایی که اومده بودن گفتن که آقا برو کنار، بذار ما با پیامبر بیعت کنیم، پیامبر دست بدیم به دست پیامبر. اولین کسی که دستش گذاشت تو دست پیامبر اسعد ابن زراره بود. اسعد ابن زراره دست پیامبر صلی الله علیه و سلم رو گرفت و گفت ای مردم مدینه، ببینید ما از اونجا نیومدیم مگر این که میدونستیم که این مرد فرستاده حق خداست و ما بهش ایمان آوردیم. حالا که اومدیم اینجا میخوایم باش بیعت کنیم، این مد نظرمون باشه ها. بعد از این بیعت یعنی چی؟ چه سختی هایی ممکنه که واسه ما اتفاق بیفته؟
همه گفتن بابا قبول داریم، همه اینا رو قبول داریم، ما خیلی خوب فهمیدیم که چی داریم میکنیم، چه کار داریم میکنیم. اینجا بود که همه با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیعت کردند. پیامبر با هر 73 نفر مرد دست داد، با زنها شفاعتاً بیعت شد و اینجا بود که یه صدای بزرگی، یه صدای بلندی شنیده شد. صدای شیطان بود که شیطان میگفت آهای اهل مکه، آهای کسایی که تو خیمه هاتون تو منا خوابید، بیایید اینجا ببینید مزمم و با گمراهاش. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگفتن مزمم و با گمراها ببینید که اینجا دارن اتفاق میکنن که گردن شما اهل مکه رو بزنن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم و مؤمنان همه از اینجا به سرعت پخش و پلا شدن و همه رفتن، اهل یثرب رفتن تو جاهای خودشون خوابیدن، انگار نه انگار که چیزی شده. خبر در بین مکه یا پیچید. صبح اومدن یک گروهیشون قلدرا و شمشیر به دست اومدن پیش چی؟ پیش رئیس گروه یثرب که عبدالله ابن ابی سلول بود. اینا رو گفتن که چی شده؟ ما شنیدیم که شما با این محمد اتفاقایی کردید و میخواد با ما بجنگید و فلانی و میدونید که ما کی هستیم و فلان. گفتن عبدالله ابن ابی سلول گفت که نه چطور امکان داره که همچین چیزی صورت بگیره؟ اهل یثرب بدون من آب نمیخورن، نفس نمیکشن، اون وقت میرن یک همچین اتفاقی میکنن و من اطلاع نداشته باشن. همه یک مشرکایی که اونجا بودن همه قسم خوردن به لات و عزا و منات و اینا که ما اصلا همچین چیزی نشده. مسلمونا هم تنها به یک دیگه نگاه میکردن، انگار نه انگار که چیزی صورت گرفته. بعد از اون مسلمونا از اینجا منصرف شدن و رفتن به طرف یثرب. اهل مکه هم خوشحال شدن که بله حتما هیچ موردی به وجود نیومده و در این رفتنا بودن که اهل مکه اومدن یک گوشی آب دادن، این طرفا رو خوب نگاه کردن، دیدن چقدر اثر قدم هست و فلان هست و اینا، فهمیدن که یک موردی صورت گرفته. اینجا بود که سوارکاراشون به طرف اهل یثرب دور رفته بودن و خبری از ایشون نبود. در راه که میرفتن تونستن تنها سعد ابن عباده رو دستگیرش کنن، دست و پاشو بستن، موهاشو بکش، از اون طرف از راه گرفتن و آوردنش تا مکه. بزن و دشنام بده و ناسزا بگو و بزن و لگد و مشت و اینها. اینجا که رسیدن بعضی از افرادی که سعد اونا رو ازشون حمایت میکرد، از کارواناشون دفاع میکرد در مسیر تجارت، اونها وقتی اینو دیدن اومدن و سعد رو از دست مشرکان نجات دادن. بدین صورت اتفاقی که بین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اهل یثرب بود صورت گرفت و این اتفاق ابتدای حرکت و ابتدای مهاجرت رو به طرف مدینه آغاز کرد، شهر یثرب که البته بعدها به مدینه منوره شهرت یافت. بیعت عقبه دوم مسئولیتی بس شاق بود که شانه‌های مؤمنان یثربی با کمال میل آمادگی تحمل آن را به عهده گرفت. در عین حال خبر این بیعت سری قریشیان را سراسیمه کرد و آنها را به شدت لرزاند و به مؤمنان قوت قلب بخشیده روزنه امیدی برای آنها گشود و پناهگاه مناسبی برای مؤمنان باشد. بیعتی که در این مکان بین رسول الله صلی الله علیه و سلم و 73 مرد و 2 زن از مسلمانان مدینه یا انصار که در مراسم حج به اینجا آمده بودند منعقد شد، از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بود. این بیعت آغاز فتوحات اسلامی بود که بعد از اون اتفاق افتاد. در اون شرایط بحرانی و حساسی که قریشیان روز به روز جری‌تر می شدن و نقشه های اونها خطرناکتر می شد بر ضد رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنگر جدیدی در مدینه منوره باز شده بود و مسلمانان آمده بودند و تمام شروط رسول صلی الله علیه و سلم رو پذیرفتند، شروطی که نشانگر ایمان اونها، نشانگر اعتقاد و باور اونها و خلوص نیت اونها در راه توحید و در راه قبول کردن دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. از طرفی این بیعت خبر خوشی برای مسلمین بود، برای کسانی که در مکه مکرمه
راه دیگری نداشتند جز اینکه از این شهر خارج بشن و به مکان دیگری برن و از طرف دیگه تمام مشکلات و سختی ها رو متحمل انصار میکرد. تمام دشمنی ها متوجه انصار میشد و انصار بعد از این بیعت به تمام مفادی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم بسته بودن با تمام خلوص نیتشون، با مالشون، با جانشون و با تمام وجودشون پایبند بودند. تاریخ گواهه که حدود 1/3 یا بیشتر از 70 اندی نفر که در این مکان با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت کردند در جنگ ها در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم یا بعد از ایشان به شهادت رسیدند. شهادت بیش از 1/3 این عده و شرکت بیش از 70 نفر از این جمع در جنگ بدر و جنگ های دیگر در طول تاریخ مدینه گواه بر اینه که ایمان این افراد، اخلاص این افراد و توحیدی که قبول کرده بودند فقط به خاطر الله تعالی بود و فقط به خاطر لبیک گفتن دعوت رسول الله صلی الله علیه و سلم و نه چشم داشت مال دنیا و نه طمع به پست و مقام دنیوی، بلکه رضایت الله تعالی، رضایت رسول صلی الله علیه و سلم و دستیابی به بهشت رو آرزو می‌کردند. این عده کسانی که در این مکان با رسول الله صلی الله علیه و سلم بیعت بستند اولین دولت اسلامی رو در مدینه منوره پایه‌گذاری کردند و بنا کردند. این عده همون کسانی بودند که میزبان رسول الله صلی الله علیه و سلم در اولین مرکز اسلام در مدینه منوره شدند و بعداً برادران مهاجر خودشون رو با آغوشی باز، با قلبی پاک و خالصانه پذیرفتند و تمام مشکلات پذیرفتن مهاجرین رو تحمل کردند و با تمام وجود از اسلام حمایت کردند. پس از فراهم شدن بستر مناسب یثرب برای استقبال مؤمنان در بند، رسول اکرم علیه السلام به مؤمنان مکه اشاره کردند تا خود را به یثرب برسانند. دعوت توحید نیاز به فضایی داشت تا بتواند پیروانش را به دور از فشارهای خارجی تربیت کرده صدای خود را بدون سانسور تبلیغاتی مشرکان به گوش جهانیان برساند. مشرکان مکه با استفاده از زر و زور و تزویر مانع رسیدن صدای توحید به مردم می شدند. یثرب می توانست مرکز مناسبی برای حرکت مسلمانان و رشد دعوت باشد. موقعیت جغرافیایی یثرب در مسیر کاروانهای تجارتی مکه و شام این فرصت را به مسلمانان میداد تا به خطر انداختن حرکت اقتصادی مکه بر مشرکان فشار آورده آنها را مجبور سازند دست از قلدری و لجاجت بردارند. هجرت جان کندن از مال و ثروت و خیشان و بدرود گفتن زادگاه و خاطره های شیرین کودکی و مهمتر از همه رها کردن پیامبر عزیزتر از جان در بین نیش های تیز مشرکان و ودا با خانه خدا به سوی مسیر مجهول و ناپیدا بود. شاگردان تربیت یافته مکتب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم همه سختی ها را با جان و دل پذیرفته یکی پس از دیگری در تاریکی های شب به دور از چشمان تیزبین مشرکان قریش از مکه می گریختند و با تحمل تمامی رنج های طاقت فرسای راه پرخطر به دستور پیامبر خدا لبیک گفته و راهی یثرب می شدند. حکایت هجرت هر یک از صحابه به تنهایی خود نمایانگر رشادتها، دلیریها، از خودگذشتگیها، جانفشانیها، ایثارگریها و ایمان آنهاست. بنازم این مکتب انسان سازی را که چنین ستارگانی را
در آسمان رادمردی مشعل راه آیندگان قرار داد. بعد از اینکه مقدمات هجرت در مکه مکرمه برای مسلمانان فراهم شد، خانواده های مسلمین در مکه تصمیم گرفتن تا این شهر رو ترک بکنن و همون جایی رو که رسول الله صلی الله علیه و سلم به اونها نشون داده بودن، یعنی یثرب اون زمانه و مدینه منوره امروز، هجرت بکنن. اولین خانواده‌ای که پای در مسیر هجرت گذاشت خانواده ابو سلمه بود. ابو سلمه به همراه همسرش ام سلمه و فرزندشون سلمه حرکت کردند تا از مکه مکرمه به سمت مدینه منوره هجرت بکنن. در این میان قریشیان وقتی مطلع شدن از این نیت و از این قصد و حرکت، سعی کردند تا مانع حرکت اونها بشن. طایفه بنی مغیره، خانواده ام سلمه مادر خانه، آمدن و جلوی راه ابو سلمه رو گرفتن و گفتن اگر ما نمیتونیم جلوی تو رو بگیریم، حداقل میتونیم جلوی دختر خانواده خودمون ام سلمه رو بگیریم و ما اجازه نخواهیم داد که اون رو با خودت به مدینه ببری، یثرب اون زمانه. و بعد سعی کردن تا ام سلمه رو جدا بکنن از همسرش. و بعد از اینکه ام سلمه رو از ابو سلمه جدا کردن، خانواده ابو سلمه، طایفه ابو سلمه، بنی عبدالاسد، سعی کردن تا فرزندشون سلمه رو از مادرش پس بگیرن و گفتن حالا که شما اجازه نمیدید تا همسر به همراه خانمش یک جا در این سفر همراه بشن، ما هم هرگز اجازه نخواهیم داد تا پسرش سلمه به همراه مادر باقی بمونه. و به همین علت سعی کردن تا سلمه رو هم از مادرش جدا بکنن. در این گیرودار از یک طرف خانواده ابو سلمه سعی میکردن فرزند رو بگیرن، از طرف دیگری خانواده ام سلمه در تلاش برای گرفتن فرزند. سلمه در این میان دستش زخمی شد، اما به هر حال خانواده پدر بنو عبدالاسد موفق شدند تا سلمه رو جدا بکنن. ام سلمه رضی الله عنها میفرماید بعد از اینکه همسر من حرکت کرد به سمت مدینه منوره و فرزند من از من جدا شد، من تنها باقی مونده بودم. می آمدم روزها در گوشه و کنار در مکه مکرمه در راه مدینه می نشستم روی سنگ ها و شروع می کردم تا به مغرب گریه می کردم. یک روزی بعد از گذشت حدود 1 سال، یکی از عموزاده های من از طایفه بنی مغیره وقتی که آمد و بر من گذر کرد، دلش به رحم آمد و بعد رفت به خانواده من گفت آیا اجازه نمیدید که این زن به همراه فرزندش سفر بکنه و بره پیش شوهرش؟ اونها هم به هر حال موافقت کردند تا من حرکت بکنم به سمت مدینه. خانواده شوهرم هم پسرم سلمه رو به من پس دادن و من اون رو در آغوش گرفتم و سوار بر شتری به سمت مدینه منوره حرکت کردم. با خودم گفتم در راه هر کسی رو که پیدا بکنم تا من رو به مدینه منوره برسونه، به اون اعتماد خواهم کرد و به او خواهم رفت. تا اینکه در هنگام خروج از مدینه با عثمان ابن طلحه ملاقات کردم. وقتی که عثمان ابن طلحه من رو سوار بر شتر و فرزندم رو در آغوش دید که در بیابان قدم گذاشتم و در حال حرکت هستم، پرسید ای دختر ابی امیه، به کجا حرکت میکنی؟ گفتم میرم تا به همسرم در مدینه منوره ملحق بشم. ابو سلمه اولین مسلمانی بود که از مکه مکرمه هجرت کرد به سمت مدینه منوره. عثمان بن طلحه وقتی که دید که من تنها قصد دارم از مکه مکرمه هجرت بکنم، بگو به خدا قسم اجازه نمیدم که تنها در این مسیر حرکت بکنی، بلکه تو رو همراهی خواهم کرد. عثمان بن طلحه با اینکه در اون روز هنوز ایمان نیاورده بود و کافر بود و میدانست که هجرت ام سلمه به مدینه منوره به معنای به خاک مالیدن پوزه قریشه، با این وجود اون شهامت و مردانگیش اجازه نداد تا بانویی رو تنها در بیابانی به طول 450 کیلومتر تا مدینه منوره تنها رها بکنه. ام سلمه رضی الله عنها میفرماید من انسانی نیک رفتارتر و بهتر از عثمان بن طلحه در سفر همراه خود ندیدم. وقتی که در سفر همراه می شدیم به محل استراحتی می رسید، شتر رو می خوابوند و از من دور می شد و می گفت که پیاده بشید و وقتی که می خواست استراحت بکنه در محلی دورتر از ما می رفت و اونجا استراحت می کرد. هنگام حرکت می آمد و شتر رو افسار می کرد و باری رو که داشت بر او می گذاشت پیش من می آمد و می گفت
بر شتر سوار بشید و خودش دورتر میرفت تا من سوار بر شتر بشم. وقتی که سوار بر شتر می شدم می آمد و افسار شتر رو می گرفت و حرکت می کرد تا اینکه به مدینه منوره رسیدیم. وقتی که به روستای بنی عمرو بن عوف رسیدیم گفت شوهر تو ابو سلمه در این روستاست و میتونی اونجا اون رو ملاقات بکنی و از اونجا به مکه مکرمه برگشت. بدین صورت ام سلمه بعد از 1 سال دوری از همسرش و فرزندش در مدینه منوره ابو سلمه رو ملاقات کرد و اولین خانواده‌ای بودند که در هجرت به مدینه منوره پای گذاشتن به این شهر مبارک. عثمان ابن طلحه به مکه مکرمه برگشت و بعد از این احسانی که کرد الله تعالی این توفیق رو به او داد تا بعد از صلح حدیبیه به اسلام مشرف بشه. ام سلمه رضی الله عنها می‌فرماید هیچ خانواده‌ای در اسلام سراغ ندارم که به اندازه خانواده ابو سلمه در راه هجرت مشقت تحمل کرده باشند. شوهر به تنهایی در مدینه منوره بود، مادر در خانه خودش در مکه مکرمه و فرزند به دور از پدر و مادر خودش در خانه دیگری و این زمان حدوداً 1 سال به طول انجامید تا بعد از 1 سال به هم رسیدند. اما تحمل این مشکلات، سختی ها و مشقات همه در راه الله و حب رسول الله صلی الله علیه و سلم برای بزرگبانوی مانند ام سلمه آسان بود. تمام حیله های قریش، سد راه ها، گشت ها، جاسوس ها و زندان ها در مقابل ایمان سترگ مؤمنان صادق خلع سلاح شده بود. مسلمانان همه خطرهای هجرت را با جان و دل خریده و تمامی مال و ثروت خود را رها کرده بودند. آنها با شیوه‌های گوناگون موانعی را که دشمن بر سر راه آنها نهاده بود پشت سر نهاده خود را در مسیر صحرای بی ساحل در میان کوه‌ها و گردنه‌ها انداخته به سوی یثرب که بیش از 450 کیلومتر از مکه فاصله داشت حرکت می کردند. این هجرت همچنان ادامه داشت تا کسی از مؤمنان در مکه باقی نماند. هجرت هر یک از بچه‌های مکه به یثرب خودش به تنهایی یک دعوتی بود برای این دین. هر روز که یکی از بچه‌های مکه غیبش میزد، از خونه‌های با نسب و از افراد ثروتمند تا غیبش میزد، مثل بمب حرفش تو مکه میپیچید. همه میگفتند فلانی چرا رفت؟ زندگیشو گذاشت، خونهشو گذاشت، مال و ثروتشو گذاشت، رفت واسه ای چی؟ این باعث میشد که یه نوع دعوتی در بین مردم بپیچه و مردم درک کنند که این دینی که محمد آورده واقعا یک دین معجزه سازه، یک دینیه که شخصیت طرف رو کلن دگرگون میکنه و اون رو یک شخصیت نوینی درست میکنه. و واسه همین بود که مکه گشت‌های ویژه تشکیل داده بود، این مناطق رو روزانه گشت می‌زدن که نگذارن کسی از مکه بیرون بشه و به طرف یثرب حرکت کنه. یه روزی که گشت اومده بود به اینجا، یکی از جوان مردایی که در حال هجرت بود رو دیدن. کی بود این؟ صهیبی که مشهور به صهیب رومی. صهیب تا متوجه این لشکریان مکه شد، خودش رو فوراً رسون به روی یه تپه‌ای مثل این تپه ها و تیرایی که با خودش داشت رو گذاشت جلوی روش. صدا زده های جوونا، میبینید شما چند نفر باشید واسه من مهم نیست، اما میبینید که اینجا من 40 تا تیر با خودم دارم و همتون هم میدونید که تیر صهیب از کمانش به هدف میرسه. هر تیری رو تو قلب یکی از شما میگذارم و میبینید که این هم شمشیرمه و میدونید که من کیم در شمشیر زنی و هر تا 40 نفر از شما رو نکشم و تا این شمشیرم روی گردنهای شما خورد نشه شما دستتون به من نمیرسه. گفتن آی صاحب تو یه بدبخت بیچاره بودی که اومدی مکه،
نه پول و پله‌ای داشتی نه هیچی، همه این ثروتت، همه این داراییت، همه اینا از ماست. حالا میخوای که اینجا پیش ما ثروتمند شدی، پولدار شدی، حالا میخوای بری جای دیگه؟ گفت پس شما پول منو میخواید. خب اگه زندگیم، پولم، داراییم، خونم، هر چه دارم و به شما دادم چی؟ جلومو میگیرید؟ گفتن نه اگر هر چی همه دارایی تو به ما بدی جلو کاریت نداریم. گفت برید فلانجا اینقدر مال دارم، همش از شما، جلوی منو نگیرید که هم واسه من خوب نیست هم واسه شما. قریشیون که ترسیده بودن و میدونستند که درگیری با صهیب یعنی چی، گفتن باشه قبول. و برگشتن، رفتن همه مال و ثروت و کنیز و دارایی و هر چی داشت رو گرفتن و صهیب تونست خودشو به قبا پیش پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برسونه. پیامبر تا صهیب و دید لبخند زد و گفت ربح البیع ابا یحیی، ربح البیع ابا یحیی، خوشا به حالت ابو یحیی، خداوند این صفقه رو با تو قبول کرده و تو فایده مند شدی. خوشا چه خوش صفقه و چه خوش تجارتی با خدا داشتی، تو موفق شدی. و اینجا بود که قرآن این تصویری از این گونه افراد به ما داد در سوره بقره و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. خیلی از مردم هستن که خودشون رو میخرن برای رسیدن به رضایت الهی و این افراد اینایی بودن که از جان و مال و همه چیشون گذاشتن در راه رسیدن به رضایت الهی و از جمله اینها بود صهیب رومی. خواب و قرار از چشمان مشرکان مکه پریده بود. جگرگوشه های مکه از فرمان پدران، بزرگان و رؤسای قبایل خود سرکشی کرده با جان و دل بدان چه محمد دستور می‌دهد عمل می‌کردند. بیرون رفتن هر فرد از مکه چون خنجر نکتیز بود که دل مشرکان مغرور قریش را می‌خراشید. تمام جامعه مشرک مکه بر علیه مسلمانان بسیج شده بود تا به هر شیوه ممکن است مانع هجرت مسلمانان از مکه شوند. قریش از این یاران محمد بتوانند در جای از سرزمین پهناور عربستان به دور از چشمان قریش دور هم جمع شوند بسیار وحشت داشت. قریش بسیار احساس خطر می کرد. هر روز صبح که از خواب برمیخیست میدید که بعضی از جوانهای برومند خانواده های قریش، خانواده های با حسب و نسب غیبشون زده. کجا رفتن؟ رفتن به یثرب. به دستور کی؟ به دستور محمد. واقعا قریش نمیدانست چه کار کنه. این بود که همه جوانهایی که بو برده بود که اینها مسلمون شدند رو زیر نظر گرفته بودند. با شیوه های مختلف کسایی که مسلمون بودند رو زندانی میکردند و راه رو میبستند که کسی به طرف یثرب حرکت نکنه. به شیوه های مختلف میخواستند که جلوی هجرت مسلمون ها به یثرب رو بگیرن. از جمله کسایی که هجرت کرد و هجرتش خودش نمونه است حضرت عمر بود. عمر با دو تا از دوستای خیلی عزیزش، یکی هشام و یکی عیاش. عمر با دو تا از دوستای خیلی عزیز و نزدیکش، یکی هشام و یکی عیاش ابن ربیعه. عیاش ابن ابی ربیعه برادر ناتنی ابو جهل بود، مادرشون یکی بود. تصمیم گرفته بودند که از مکه خارج شن و در منطقه بنی غفار در یک محدوده‌ای با هم گفته بودند که زیر فلان درخت ما به هم میرسیم. فردا صبح هر کی اونجا رسید از اونجا حرکته. هر کی نرسید یعنی اینی که قریشیان تونستن اونو دستگیر کنن، دو تا دیگه یا یکی دیگه هر کی رسید منتظر اون نباشه. از اونجا حرکت کردن. هشام تا خواست حرکت کنه، اهل و عیال و خانواده‌اش متوجه شدن و اون رو دستگیر کردن، زندانی کردن.
عمر اومد تو شهر و خیلی مردونه شمشیرش رو برداشت، گفت که آقا هر کی میخواد که مادرش اون به اصطلاح به داغش بشینه و خانمش بیوه بشه و بچه‌هاش یتیم بشن بیا دنبال من. عیاش با زیرکی خودش رو رسونده بود به همون جایی که اتفاق شده بود. عمر و عیاش رسیدن به اینجا و از اینجا حرکت کردن به سوی مدینه. رسیدن به چی؟ به قبا. ابوجهل روز بعدش دید که عیاش غیبش زده. برادرش حارس رو گرفت که بریم هر جا شده هر طور شده اینو ورش گردونیم بیاریم. عمر و عیاش تازه رسیده بودن به قبا که سر و کله ابوجهل و حارس برادرش پیدا شد. اومدن پیش عیاش. آی عیاش چی کار کردی مرد؟ گفت چی شده؟ گفت مادرت. اینو میدونستند که عیاش مادرش رو خیلی خیلی دوست داشت، مادرش هم اونو خیلی دوست داشت. این بود که از این فرصت استفاده کردن. اومدن گفتن پسر چه بلایی سر مادرت آوردی؟ مادرت قسم خورده نذر کرده که تا تو نیایی، تا تو رو نبینه موهاشو شونه نکنه، سرشو نشوره و زیر آفتاب ایستاده میگه که تا پسرم عیاش نیاد من از زیر این آفتاب هیچ جا نمیرم، تکونم نمیخورم. عیاش وحشت کرد که مادرش داره طرف میشه. عمر تا این حرفا رو شنید اومد فوراً پیش عیاش گفت عیاش گول اینا رو نخوری ها، اینا خیلی آدمای موذی هستن. عیاش گفت نه مادرم عمر داره میمیره. گفت ببین عیاش جان حرف بشنو، عقلت کجاست مرد؟ مادرت اگه زیر آفتاب بخواد هلاک بشه که فوراً میره تو سایه، اگه سرش شپش بیفته فوراً میره سرشو میشوره. مرد عقلتو به کار بگیر. عیاش گفت نه عمر مادرم داره تلف میشه، من بمونم اینجا امکان نداره، من میرم. گفت عیاش جان نرو. گفت نه عمر میرم مادرم راضیش میکنم، بعد یه مقدار پولم دارم اونا رو ور میدارم فرار میکنم میام. گفت عیاش تو زورت بینا نمیرسه ها، این کارا نکن. اگه به خاطر پول به خدا تو میدونی که من از همه قریشیان ثروتمندترم، نیمی از ثروت من مال تو آقا، اما نرو خودتو تو فتنه ننداز. عیاش گفت نه مادرم. عمر هر چی خواست اون رو قانعش کنه نشد. گفت عیاش حالا که حرف مرا نمیگیری، الان که به اصطلاح حرف خودتو میخوای بیا این شتر من خیلی شتر راهرو و یک تیزپاییه، اینو بگیر، هر وقت احساس کردی اینا میخوان تو رو بگیرند و اینا در رو فرار کن بیا. عیاش قبول کرد و شتر عمر رو گرفت و با اونا همراه شد و رفتن. در عین حالی که میرفتن خب اونا هم موزیا و طناب و مناب و هر چی با خودشون آورده بودن میخواستن یه جوری به اصطلاح دست و پاشو ببندن. این بود که یه جایی ابوجهل اومد گفت آی پشتم سرم آقا چی شد؟ گفت این شتر منو خیلی اذیت میکنه. عیاش جون شتر تو خیلی خوبه ها، منو پشت سر خودت سوار کن. گفت باشه بیا. تا عیاش اومد پایین و اونا هم شتراشون رو آوردن پایین که به اصطلاح ابوجهل بره رو شتر عیاش، هر دوتا حمله کردند، عیاشو محکم با طناب دست و پاشو بستند و به این صورت عیاشو بردن به مکه. بزن جلوی مردم مکه. گفت آقا این کار بکنید، این جووناتون این نادونایی که از اینجا فرار کردن برید دست و پاشون رو ببندید، بیاید اینجا کتکشون هم بزنید زندونیشون کنید، برید این افراد خودتون رو برگردونید. به این صورت عیاش رفت اونجا و عمر هم خیلی ناراحت بود که عیاش اینطور به این سادگی گول خورده بود و بعضی از مسلمانایی که اینطور رفتن اونجا مورد فتنه قرار گرفتن، بعضیاشون حتی باعث شدن که حداقل ظاهری به خاطر اینکه شکنجه نشن بگن که ما آقا از دینمون برگشتیم و از این حرفا. این باعث شده بود که خودشون احساس میکردن که واقعا ما بیچاره شدیم، خداوند ما رو قبول نداره. حتی مسلمانایی که تو مدینه بودن هم همین احساس میکردن که اینا خودشون رو به هچل انداختن، پس به هر حال باید تحمل کنن و اینا از طرف خدا رانده شدن. این بود که آیه سوره زمر رو خداوند متعال نازل فرمود که قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای کسایی که به خودتون ظلم کردید از رحمت الهی مایوس و ناامید نشید که خداوند شما رو میبخشه. عمر تا این آیه رو شنید فوراً اینو نوشت و برای عیاش هم فرستاد و برای هشام هم. اینا آیه که اومد دست هشام رسید، هشام هر روز تو سرش میکوبید که من چیکار کردم، چرا برنامه ریزی نکرده بودم که بتونم فرار کنم. عیاش هم که تو سر خودش میزد که چه زود من گول خوردم، چرا حرف عمر رو نشنیدم. وقتی این آیه اومد و آیه رو خوند
فهمید که خداوند دروازه مغفرت الهی بازه. این بود که یه فرصتی پیدا کرد و در نیمه‌های شب تونست فرار کنه و خودش رو به مدینه منوره برسونه. خیلی از مسلمان هایی که به این صورت گیر افتاده بودن تونستن بعدها به صورتی خودشون رو به اصطلاح به مدینه منوره برسونن. بعضی از افراد جوانمرد هم در مدینه بودن که اینا قاچاقی میرفتن به مکه و افرادی که زندان بودن به صورتی از زندان فراریشون میدادن و قاچاقی اینا رو میرسوندن به مدینه منوره. مشرکان تمام قدرت و توان خود را به خرج دادند تا از هجرت مؤمنان ممانعت ورزند، اما تمامی این تلاش ها و برنامه های قریش بی نتیجه ماند و کاروان توحید و یکتاپرستی به صورت پراکنده با تحمل تمامی سختی ها و مشقت ها به سرمنزل مقصود رسید.